حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در بین قریه میرفت، قریه به قریه میگشت. یک روز میدره قریه در یک جای سهل میکنه که یک نفر در دان دروازه خود استاد است و از داخل صدای یک زن مریض است. این برش میگه بیادر چی گپ است؟ چی گپ است؟ میگه والا برو برادری کار شما نیست دیگه، تو مرد هستی شده است. میگه نه خیر است، بگو برای من چی گپ است، چی مشکل داری؟ میگه می خانم ماست، کس پیشش نیست، طفلش وقت تولد طفل است، حالا کس نیست که بالای سر زمین کدام سیاست بشینه. عمل دم داخل بیچاره گریه میکنه و ناله میکنه، اومده بیرون استاد است، خدا بالایش رحم بکنه. اگر دمی حالت موتو باشی، موتو میگه ما خب مرد هستیم دیگه، مرا به گپا چی؟ مرا به گپا کارهای زنانه چی؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فورا میره پیش بی ام کلثوم که دختر حضرت علی بود و زن پیغمبر، زن حضرت عمر رضی الله تعالی عنه برش میگه ای بی یک دروازه جنت برویت باز است، میخوای که بری؟ چی از دروازه جنت؟ میگه اونجا یک زن است در حالت بسیار سخت قرار داره. چی حالت قرار داره؟ این تو مشکل داره. خیر از بین امروز از او کمک بکن که این دروازه جنت و ایرای جنت که برای تو باز است، امیر بسته سرت نکن. بی حرکت میکنه، از پشت سرش حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یک ذره مواد میگیره، غذایی که برای اونمو زنه که در اون حالت مریض میباشه برش تهیه میکنه و میبره. وقتی اون نفر سائل میکنه که در این شمالک، در این خنک، در این نصف شو که کلگی خوستن، این دو نفر از آسمان تا شد، این خود مردم زمین نیست که در نصف شو بیاید خدمت ما قرار بگیره. امروز ما دکترایی داریم که در پشت خانهش میره، میگه مریض ما در حالت هلاکت است، اشتک خدایی میکنه، میگه برو بگوش که دکتر در خانه نیست. آیا دکتر ایمان داره؟ اینجا نفر میمره. اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. کوکی اثر ایمان در وجود از این دکتر که اگر فهمید که اینمی مریض در 50 روپیه دوا جور میشه، برش سرش 500 روپیه 1000-2000 روپیه را برش بچه کاکای خود پیچکاری والا ساخته کو پیچکاری کنه، بچه مامای خود مسئول سیروم ساخته، از اون طریق دیگه برش میگه که برو برش بگو که در شبخانه نبیا، باز در معاینه خانه ما بیا، بر از اون چال جور میکنه تا که 1-2000 روپیه زیر بکنه. کجاست آثار ایمان در وجود از این دکتر؟ یاد بگیریم از حضرت عمر و از خانم حضرت عمر علامت ایمانه. وقتی که اینا خانم حضرت عمر داخل میشه پیش از اون سیاست از اون و خود حضرت عمر در بیرون چی میکنه؟ در بیرون آتش در میته، دیگدان جور میکنه و پف میکنه و این نفر که روایت میکنه میگه بعد دیدم که از بین ریش حضرت عمر دود بالا میشد به خاطر خدمت به مردم. امروز ما متر ریش میمانیم ولی میریم کت امریکایی معاهده بسته میکنیم، در صف امریکایی ها استاد میشیم، به ضد وطن خود کار میکنیم و باز میخیزیم میگیم که ما خادمین قرآن هستیم. کجاست علامه ایمان برای مسلمان؟ قرآن میگه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، بالای کفار شدید هستند و رحم داره بالای مسلمان، ولی ما برعکس از او شدید هستیم بالای مسلمان ها. مسلمان خودم میکشیم، قتل میکنیم، از بین میبریم و با کفر دست از او کمر از او بسته میکنیم و دست خود با کافر یک جای میکنیم و باز میگیم که ما مسلمان هستیم و ما علامت ایمان داریم و ما چقدر خدمت به قرآن میکنیم. ترسم نرسی به کعبه اعرابی، این راه که تو میروی به ترکستان است. تو انسانی که مخالف قرآن حرکت میکنی، دشمنای اسلام دوستت قرار میدی و مسلمان دشمنت قرار میدی. ترسم نرسی به کعبه اعرابی، ایرایی که تو میروی ای به طرف جنت نیست، ای به طرف مکه نیست، این راه که تو میروی به ترکستان است. اعرابی رایش طرف ترکستان بود، کجا میری؟ میرم طرف خانه خدا، میرم حج کردن. ترسم نرسی به کعبه اعرابی. ای مسلمانی که تو در این موقف قرار داری و موقعیت قرار داری، هیچگاه نمیتونی که تو به مقام حق و به راه راست برسی. وقتی که حضرت عمر دیگه پخته میکنه،
خانمش مبرای برش میگه که یا امیر المؤمنین، ای رهبر مسلمان ها، ای رهبری که چندین کشور تحت تاثیرت است و آل بخاطر یک سیاست مسلمان خدمت میکنی، برای دوستت بشارت بده که خداوند برش فرزند داد. این نفر ایران میمانه، امیر المؤمنین با خانمش میده خانه ما خدمت میکنه و برای ما و برای مریضم خدمت میکنه. ایران میمانه. او برش میگه که برادر عزیز، وظیفه است که من مسلمان هستم، باید بر تو خدمت بکنم. و امروز کسای ما داریم که به نام خدمت به نام ما و تو وطن با لیلام میکنه، برای مردم دیگه میکنه. آیا این میتونه که باز زیر بیرق محمد رسول الله در روز قیامت با حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ایستاد شود؟ چرا خدا فریب میتین؟ چرا خدا بازی میتین؟ چرا خدا تنها در اینمی مجلس محفل و دیگه پا میم که وظیفه ما ختم شده؟ وقتی که در قلب انسان ایمان جای نداشت، وقتی که ایمان محبت با کلمه گویی و با کسی که لا اله الا الله و محمد رسول الله میگن در غم از او غمگین نشدی، تو مسلمان نیستی. بنی آدم اعضای یکدیگرن، چو در آفرینش ز یک جوهرن، از یک جوهر هستن. اگر یک عضو بدن از اینا بدرد بیاین، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. سعدی رحمت الله علیه میگه نام از او انسانی که در درد مسلمان غمگین نشه، نامش آدمی گذاشته نمیتونیم. ما تو نامش مسلمان میمانیم. چرا خدا فریب میتیم؟ چرا خدا فریب میتیم؟ اینا هر کدام از اینا را حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شو به شو میرفت. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما این روایت میکنن، عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما روایت میکنن، میگه که یک روز من دیدم در قریه که میرفتم طرف قریه، دیدم که در پالیم یک مرد دیگه هم است. این روایت رو که من بگم میده تفسیر طبری است، روایت ها زیاد آمده. میگه که میرفتم دیدم که یک کس دیگه هم طرف قریه میره. میگه من گفتم باش ما ببینیم که اگر کس باشه برش بریم بیا قصه کده بریم که اگر در یک جای راه سر ما آسان شود. میگه رفتم که سأل میکنم حضرت عمر کجا میری؟ میگه ما عادت دارم که شو به شو قریه به قریه میگردم تا از حال رعیتم با خبر شم. میگه رفتیم دیدیم کل منطقه آرام خواه هستن، کل منطقه خواه هستن و یک منطقه است که یک جای است که یک خیمه است که کم آتش دو معلوم میشه. میریم که یک زن شیشته دیگه مانده، سرشان پود کرده، آتش در داده و تفلکاش برش میگه مادر جان گشنه شدیم، مادر جان گشنه شده. این برش میگه که بچه‌م صبر کنین حالا پخته میشه یک شخاوی بردگی شخاوی بره. حضرت عمر بالاخره جگرخون میشه، میبرزی دروازه رو میدن برش میگه و همشیره و خواهری چی میکنی؟ این چه قسم دیگه است که 11 بجه شب و 12 نصف شب شد هنوز دیگه تو پخته نمیشه؟ میگه برادر در دیگه چیزی نیست، من این تفلکا رو بازی میتم، اما تو انداختیم جوش شدم میرم که یا این تفلکا خو کنن. تو نمیفهمی که امیر المؤمنین عمر تمام روز بر بیوه ها، بر مسکین ها، بر یتیم ها ماش تعیین کردن. میگه میفهمی خیلی چرا نرفتی پیشش؟ میگه من چرا برم؟ او رهبر مسلمان ها خدا گرفته، او چرا خودش نمیه پیش من در روز قیامت دست من و یخن حضرت عمر و پیش خدای عزوجل از خود و از یتیمای خود برای شکایت میکنم که خدایا عمر امیر المؤمنین بود، طفلای من شو گشنه بود. حضرت عمر گریه‌اش سر میکنه، چیغ میزنه، حرکت میکنه، دویده میآید به طرف شار، غذا را میگیره.
حضرت عبدالله ابن مسعود میگه مرش گفتم که یا امیر المؤمنین، یا عمر بده که چیزا را من پشت کنم، این برنج و این گندم چیزایی را که گرفتی. میگه عمر میگه که آیا تو گناههای مرا در روز قیامت پشت کرده میتونی؟ بان که من امروزی برجی را پشت کنم نشه که در روز قیامت در مقابل خدای عزوجل، در مقابل زن بیوه من ذلیل و رذیل شوم. امروز مسلمانای ما برای یتیما چی برنامه دارن؟ اینمی یتیما را پدرایشان در مقابل روس استاد کردیم و کشتیمشان. امروز یتیمایشان در روی میدان مانده و ما کت کفار معاهده بسته میکنیم. امروز یتیما ما خود چی خواد کردیم؟ جواب یتیما را در روز قیامت چی خواد دادیم که پدر تو به خاطر آزادی وطن شهید شد، ولی امروز ما سر خون شهیدات تجارت میکنیم. باز ما میگیم که ما امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم. اونایی که ایمان داشتن، ما اگه نماز هم میخوانیم از خاطر ترس دوزخ نماز میخوانیم. اگه ترس دوزخ نباشه نماز هم نمیخوانیم. در حالی که مسلمانای حقیقی تو نیستن. آن کس که تو را شناخت جان را چی کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چی کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چی کند؟ میگه خدایا تو که یک مسلمان در عشق خود، در محبت خود غرق میکنی، باز دنیا و آخرت بر از او میبخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چی کند؟ از این خاطر مسلمان به اساس محبت با خداوند خدای عزوجل عبادت میکنن. اما ما امروز اگر ترس دوزخ نباشه حتی در خانه خدا هم نمیریم. حضرت عمر میره دیگه بار میکنه، بر از این میگه که مادر جان بلیاز خدا بگی نمی چیز پخته کو برای تفلکای، بگی از خدا بلیاز خدای را پخته کو. تفلکایش بیدار میکنه، نان میخوره، شکمشون سیر میکنه. برش میگه که مادر جان، این زن میگه که بچه‌ام خدا خلافت از حضرت عمر بگیره برای تو بده. من در روز قیامت که تو عمر در مقابلش استاد میشم و در مقابل خدای عزوجل کتش دعوا میکنم. حضرت عمر میگه مادر جان به خاطر من سبا بیا دمو دار الخلافت که برای یتیمکایت یک چیز تعیین کنیم. سبا که صوبکی زن میره که سائل میکنه، پرسان میکنه کجاست امیرالمومنین؟ میره که خود این همی انسانی که شو پیش از آمده بود این خودش امیرالمومنین است. زن تکان میخوره. حضرت عمر برش میگه که نه خواهر جان، تو حق گفتی، تو راست گفتی، من رهبر هستم، من مسئول هستم. در روز قیامت خدا از من پرسان میکنه. از این خاطر گپایی که تو گفتی این حق است. امروز آیا ما کسایی که ادعای رهبریت میکنن برش گفتم میتونیم که تو ظالم هستی، برش گفتم میتونیم که تو خون شهیدا را فروختی، برش گفتم میتونیم که به خاطر یتیما خود در قصرها زندگی میکنی و یتیمای شهیدا در هر جای و در هر طرف افتادن و دشمنای اسلام میره اینا را شکار میکنه و یهودی و مسیحی و نصرانی اینا را میسازه. آیا گفتم میتونیم؟ اگر علامت ایمان باشه بله، ولی اگر علامت ایمان نباشه نه. کجاست ایمان که ما در قلب مسلمان ها را احساس بکنیم؟ امروز وقتی که برای پدر میگم که پدر تو مسلمان هستی، خون شهیدا به خون شهیدا این وطن شما چیز کردن، از روس آزاد کردن. بلیاز خدا اینجا مسلمان ها در خون غرق است، مسلمان ها در فلسطین در خون غرق هستند، در عراق مسلمان ها و سر سیاسرهای مردم تجاوز میشه. خجالت بکش که داروسی تو سازنده و رقاصه را بیاری. لکن کجاست پدر مسلمان که بگوید راست میگی من داروسیم دول و سازه نمیارم، در جایی که اونجا خون شهیدا ریخته. امروز که مسلمان ها در مشکلات است، باز هم اینمی پدره که خود آجی میگیره، خود رشک سفید میگیره، خود بزرگ میگیره، قرار شیشه و زنایش در بین اوتلها کولایش لوچ یخنایش لوچ و خودش با اینمی لقب حاجی که در پشت کار داشته شده بر رقاصه ها و سازنده ها 30,000 و 40,000 میته. اما برای یک مدرسه دینی کمرش مشکنه که 1000 روپیه کمک بکنه. نشانی ایمان است. نشانی ایمان خوبی بود که 40,000 روپیه خود یاجی صاحب به سازنده و رقاصه نمیداد. میمان که مدرسه حفظ
قرآن جور شود، میمان که دارالایتام جور شود به اولادای مسلمانان. امروز برادرای مسلمان، برادرای مؤمن، در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بالای مسلمان ها خشکسالی آمد. وقتی که خشکسالی آمد مسلمان ها کلشان در حالت تکلیف بودن. بیادر من بیانیه نمیتونم. خب بسیاری کساست اینجا میگه فلانی جان بیا بیانیه بده و فلانی بیانیه بده و فلانی بیانیه بده. ملای ما وقت خراب شدن که بیانیه دادن. ما اینجا گپ از دین بزنیم، گپ از قرآن بزنیم، گپ از حدیث بزنیم، مردم به دردشان به مرضشان بفهمانیم. برای اوریش سفیدی که در توی دختر خود 4 لک و 5 لک تویانه میگیره، برش بگویم تو دختر فروش هستی پدر، دختر فروش هستی، در اسلام تویانه نیست. برای کسی که برای قاتل 3 تا دختر بد میته و در مجلسش میشینه برش بگویم که تو ضد قرآن حکم میکنی و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. تو حکم قرآن که قصاص است او را نقص میکنی، عوضش بد رواج جاهلیت تطبیق میکنی. تو بفهم که تو مسلمان حقیقی نیستین. درد مردم برشان بگویم. برای کسایی که ماری میشه که جوانا ازدواج بکنن، سرش مصارف زیاده میمانن، سرش اوتل و سرش مصرف و سرش 40-50 سیر برنجه میمانه، کمر داماد مشکنانه. بر از او پدر بگویم که اگر دخترت و یا ای پسر مبتلا به گناه و زنا میشه، تو در گناه از اینا شریک هستی، به ای خانه خدا شیشی. گپ از خدا بزن، گپ از قرآن بزن تا مردم مرض خدا بفهمه. دختر فروش بفهمه من دختر فروش هستم. او کسی که 40-50 سیر برنج سر دختر خود میگیره، برنج از این ناروا و حرام است، مثل رشوت خور و غاصب باره بزور از اون نفر غصب کرده مالا خوردن برنج از این جایز نیست. باید ایره بر مردم بفهمانیم تا که امروز ظالم بفهمم من ظالم هستم، خیانتکار بفهمم که من خیانتکار هستم، دختر فروش بفهمم من دختر فروش هستم، حرام خور بفهمم که من حرام خور هستم. او کسی که از تویانه دختر خود به زیارت بیت الله میره 100 دفعه بگوی لبیک، 100 دفعه از خدا سرش لعنت خدا نازل میشه. تو از پیسه حرام به حج میایی، از پیسه حرام به حج میایی، رشوت خور بفهمه که لعنت خدا سرش نازل است. ولو که 50 روپیه رشوت بگیره، مامور باشه، مدیر باشه، رئیس باشه، پیغمبر خدا گفته که لعنت خدا سر رشوت خور است. باز از پیسه رشوت او باز میره حج و میگه که ما حال خدا ثبت کردیم در حج به خدا که خدا تکت کام کنید در بیت الله شریف. شیطان که رشوت خور کت سنگ بزنه، شیطان از اون طرف کت سنگ میزنش، میگه تو شیطان بزرگ مرکت سنگ میزنی، با پیسه حرام خانه خدا را زیارت میکنی. تو آمدی تو رشوت خور، تو وطن فروش، تو دروغگوی، تو دزد، تو کسی که اختطاف میکنی اولادای مردم، تو که سود میخوری، از پیسه سود باز میای تو زمین مردم سرش حمله میکنی، سر زمین مردم دعوا میکنی، زمینای مردم میخوری، باز از پیسه ازی به حج میای. لعنت خدا سر توست، حج تو را هرگز خدا قبول نمیکنه. در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خشکسالی شد. قافله از حضرت عثمان آمد. تجارت دویده رفتن که خشکسالی است، غله نیست. حالا که غله رسید، او نصایب شترهای زیاد از قافله رسید، برین برش بگوین که ما برات 2%، 4%، 10%، 20%، 30% برات فایده میتیم. حضرت عثمان گفت نه 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 نه. گفت 2 چند فایده میتیم؟ گفت نه 3 چند. خیلی چی میخوایی؟ حضرت عثمان گفت که 10 چند. کلگی آمدن پیش حضرت عمر رضی الله عنه گفتن یا امیرالمومنین حضرت عثمان هست کن، مردم از گشنگی میمرن. قافلش در بعض روایت ها میگه که 1000 شتر بود، بار از گندم و از خلاوی گپا. گفتی آمده بر ما میگه که 10 چند. حضرت عمر خنده کرد، گفت شما حضرت عثمان رو نمیشناسید؟ گفت ظلم میکنه. گفت خیر است بگویش بیاین. حضرت عثمان وقتی که آمد برش گفت یا عثمان مردم چی میگن؟ گفت بله تجاره آماده شده که 2 چند مرا فایده بود. تو میگه 3 چند میتونه، تو میگه 5 چند میتونه. گفت خیر چی میخوای؟ گفت من گفتم 10 چند. گفت 10 چند خب کس بر تو داده نمیتونه.
گفت ذات خدای عزوجل 10 چند برای من ثواب میده. بنابراین من اینمی قافله 1000 شتری خدا برای خدای عزوجل میتم. برای فقرا مفت برای مردم توزیع میکنم تا که من آخرت به دست بیارم. این بود علامت ایمان. این بود علامت ایمان. ولی آره ما اگر یک نفر بیچاره مرده داشته باشه پیغمبر خدا میگه که کسی که اگه خانه کس فوت کرد شما بر از او غذا پخته بکنید. اعملوا لآل جعفر اصنعوا لآل جعفر طعاما. حضرت جعفر رضی الله عنه وفات کرد، بر مردم گفت شما غذا بر از آل جعفر تیار کنین که آل جعفر این غذا را بخوره که اونا بیچاره غم دیده هستن. امروز ما ایواز که برای غم دیده ها غذا تهیه کنیم 200-300 نفر میریم در سر خانه از او و نان چاشت خودم نان شب خودم سر از او چپه میکنیم. باز روز 2 روز 3 شب جمعگی از برای خدا ما چقدر علما در این مجلس هستن. در کدام کتاب، در قرآن، در سنت، در حدیث در کجاست روز 2، در کجاست روز 3، در کجاست شب جمعگی، در کجاست چلپوری و چلگیری؟ کلش عادتایی است که از نصرانی ها و هندوها انتقال دادیم و سر مرده‌دار بیچاره به زور غذا 200-300 نفر میخوریم. حداقل برادرای عزیز آخرین سخنی را که ما میخوایم خدمتتان بگویم اویی است که خداوند متعال جل جلاله در قرآن عظیم شان چی میگه؟ در قرآن عظیم شان میگه که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. ما در قرآن عظیم شان شفا و رحمت نازل کردیم. در قرآن شفا هست، در قرآن نظام است، در قرآن نظام اقتصادی است، در قرآن نظام اجتماعی است، در قرآن نظام سیاسی است، در قرآن نظام فردی و اجتماعی. تمام نظام ها در قرآن عظیم الشان است اگر ما حقیقتا قرآن بخوانیم و به قرآن عمل بکنیم. ولی متوجه باشین که آیت در اینجا استاد نشین. بسیاری کساس همه خرم میخوانیم ولی بعد از آیت میگه که ولا یزید الظالمین الا خسارا. اینمی قرآن بر ظالم خساره میکنه. بر ظالم کمرش قرآن مشکنانه. برو کسی که به ایمان به قرآن عمل نمیکنه چشم درد باشه قرآن بخوانی کور میشه. از این خاطر ما بیاین که با خدای عزوجل عهد بکنیم که خدایا ما امروز در محفل قرآن آمدیم. اگر جوان هستیم با خدا عهد بکنیم که دیگه عروسی خدا مطابق کتاب خدا و مطابق سنت پیغمبر عمل میکنیم. آیا این تعهد جوانای ما میکنن؟ بلند بگویم میکنه؟ گردنتان بسته که میکنه؟ ریش سفیدای ما تعهد بکنن که ما بعد از این به خاطر رضای خدا از ساز و رقص و دول و محفلای فساد دوری میکنیم و به خاطر خداوند محافل خدا محافل قرآنی میسازیم. ریش سفیدای ما این تعهد هم میکنن. اگر ما اینی قسم به قرآن عمل بکنیم اون وقت ما امت اصلی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم و اون وقت است که قرآن عظیم شان در وجود ما تاثیر میکنه و به خدای عزوجل دست دعا بالا میکنیم که پروردگارا بر ما توفیق نصیب بگو که ما مطابق قرآن عمل بکنیم. خدایا هر کسی که به ضد قرآن حرکت میکنه و به ضد نظام قرآن حرکت میکنه و به ضد کلمه لا اله الا الله حرکت میکنه در هر جای هر لباسی که باشه خدایا تبایش بکن. خدایا اونمو قسم که روسا را شکست دادی و غلامای روس شکست دادی خدایا امریکا و غلامای امریکا را هم ذلیل بساز و شکست دادی. پروردگارا آخرین جمله‌ای که از زبان ما خارج میشه و آخرین جمله‌ای که کلمه‌ای که بالاخره بعد از ما دیگه سخن گفتن نمیتونیم و به دنیای دیگه میریم خدای این آخرین کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. 200 دانا در این محفل سخن گفت، 200 دانا در این محفل سخن گفت، سخن نازکتر از برگ سمن گفت. ولی با من بگو آن دیدور کیست، ولی با من بگو آن دیدور کیست که خار دید احوال چمن گفت. ولی عصر حاضر فتنه ها زیر سر است، عصر حاضر فتنه ها زیر سر است. طبع ناپروای او آفتگر است، بزم اقوام کهن بر هم از او
من اظهار سپاس و تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم و ننزل من القرآن بسم باشند بنسن قرآن بخون بهر زیب و زینت قرآن بخون تا تو را قبول توان باشد وطن قرآن بخون این کتاب حق از سوی خدا آمد به ما جبرائیل